أجمعين إلى الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و وفقنا للعمل به. خدا را شکرگزاریم که بعد از یک وقفه کوتاه دوباره حیاتی و توفیقی نصیب شد که در خدمت شما عزیزان باشیم. پیش از این که بحث رو آغاز بکنم، چون ماه بزرگ است، ماه رجب، بزرگان ما نصیحت و وصیت می‌کردن که واقعا از این فرصت‌های طلایی باید استفاده بکنیم. من یک جمله در درجه اول به خودم و به شما عزیزان عرض می‌کنم، با نکته اینی که سعی بکنیم که موحد بشیم. خیلی جمله طلایی است، چون تمام اعمال ما ارزشش بر مدار توحیده. یعنی اگر موحد نباشیم این کارها ارزشی نداره. من قول یکی از بزرگان رو عرض میکنم. فرمودن اگر میخواهی به مقام توحید برسی، این چند جمله رو با خود زیاد تلقین بکن و به این باور برس تو خلوتت. یک، به خدای متعال اینجور عرض بکن: یا حاضر. بعد این بزرگ میفرمود که اگر بخوای خیلی خودمونی تر با خدا بشی، و یا حاضری، با اینکه خدا همه جا حاضره، اما نسبت به خودت دقیق تر بشو. بگو خدایا هر کجا میرم تو نزدم حضور داری. یا حاضر. دو، فرمود بگو یا ناظر. خیلی ناپیام داره عزیزان. خدا علاوه بر این که حاضر هست، ناظر هم هست. ما گاهی اوقات تو یک مجلس حضور داریم، اما نسبت به اعمال همدیگر ناظر نیستیم. رضا اگری وقت به شما میگه متوجه شدی زید امروز در جلسه چی کار کرد؟ شما میگیم نه، من توجهی نداشتم، چون ناظر نبود، گرچه حاضر بود. اما خدا علاوه بر این که حاضره، ناظر هم هست. سوم، فرمود زیاد بگی یا عالم. یا عالم. بله؟ یا عالم. علم به چی داره؟ همه چیز. حتی ما فی الصدور ما هم علم داره. بله؟ نه تنها به ظاهر ما علم داره، به باطن ما هم علم دارد. چهارم، زیاد بگید یا شاهد. پنجم بگید یا قادر. یا قادر. اگر به همه امور ما علم دارد، قدرت هم داره. دو جور قدرت داره. یه وقت قدرت اکرام دارد، دستگیری داره، اگه ما به سمتش بریم.
بگیم خدایا دست ما رو بگیر و اگر یاغیگری کنیم او قدرت انتقام دارد، ذو انتقام هست. بله عالم است، میتواند انتقام بگیرد. تو این شبها، تو این روزها گاهی اوقات خلوت بکنیم با خدای خودمون که واقعا ما را به مقام توحید برساند. خدا رو قبول داشته باشیم. اگه انسان به مقام توحید برسه خیلی چیزها خدا عنایت خواهد کرد. امیدواریم که به قول این بزرگ یکی از دعاهای این شبها و روزهای ما این باشه که خدایا ما را از گرفتاری های باطنی نجات بده. ما را از گرفتاری های باطنی نجات بده. گرچه از خدا میخواییم ما را از گرفتاری های ظاهری هم نجات بده، اما مهمتر از گرفتاری های ظاهری گرفتاری های باطنیه. گرفتاری های باطنی مثل عجب، کبر، بله، دنبال هوا و هوس بودن. افرأیت الذی من اتخذ الهه هواه. اینا همه گرفتاری های باطنی است. این خدایا ما را از این گرفتاری های باطنی نجات بده. رجب و شعبان و رمضان یک فرصت طلایی است که انسان خودش رو از این گرفتاری های باطنی نجات بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب برگردیم به بحثمون. موضوع بحثمون در رابطه با اون مجتهدی بود که اجتهادش مطلق بود ولی استنباط بالقوه داشت نه بالفعل. مجتهد مطلق بالقوه بود و عرض کردیم که این مجتهد مطلق بالقوه در اصول مبنایش بر انفتاح باب علم و علمی است، انسدادی هم نیست. اما هنوز استنباطی در فقه نداشته. گفتیم چند تا حکم باید روشن بشه. حکم اول این بود که آیا چنین مجتهدی تقلید برای او جایزه یا تقلید برای او جایز نیست. بله، عرض کردیم که دو قول وجود داره. قول اول اینی که تقلید بر چنین انسانی حرامه، چون خودش ملکه اجتهاد داره. بله، کسی که ملکه اجتهاد داره حق رجوع به غیر نداره. این یک قول بود. قول دوم این بود که نخیر، چون هنوز استنباط نکرده میتواند از غیر خودش، یعنی اون مجتهدی که بالفعل استنباط کرده، تقلید بکند. مثل عوام. چطور عوام میتوانند از مجتهد بالفعل تقلید کنند؟ این مجتهد بالقوه هم میتواند از مجتهد بالفعل تقلید کنه. عرض کردیم 4 تا دلیل بر این ادعا اقامه شده. 2 دلیل رو جلسه گذشته گفتیم. دلیل اول استصحاب بود. دلیل دومم تمسک به اطلاقات و عمومات ادله لفظیه بوده است، مثل فاسألوا اهل ذکر و امثال اینها. اما دلیل سوم نمیدونیم گفتیم. دلیل سیرت المتشرعه. خب دلیل سوم سیره عقلائیه بود که گفتیم که برخی از متأخرین ما به این دلیل استناد کردند، مثل حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله و مرحوم آیت الله مومن رحمت الله علیه.
اما دلیل چهارم دلیل متشرع هست. این بفرمایید استاد، این نسبت با اطلاق ادله باید ما اول ببینیم که مقدمات حکمت تمام هست یا نیست. در صورتی که ما این رو ثابت کردیم میتونیم تمسک به اطلاق کنیم. اینجا مثلا اون دلیلی که میگه مثلا جایز نیست، ما شک میکنیم که اینجا مقدمات حکمت تمام هست یا نیست، پس نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم. بله، خدمت شما عرض کنم چون فاصله که 2 هفته‌ای شده ما عرض کردیم فعلا داریم این ادله قائلین به جواز رو نقل میکنیم، هنوز به نقدش نرسیدیم. چشم، انشالله به نقدش برسیم حتما فرمایش شما رو گوش میکنیم. اما دلیل چهارم که سیره متشرع می باشد، این را مرحوم شیخنا الاستاذ آیت الله العظمی میرزا جواد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه علی ما نقل، یک مطلبی میخوام عرض بکنم، از مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه سوال کردن که از میان شاگردای شما که در ایران هستن از کدام فیض ببریم؟ ایشون فرمود در اصول جناب آقای وحید خراسانی و در فقه هم میرزا جواد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه. بنده هم 7 سال توفیق داشتم خدمتتون عرض کنم یک دوره کتاب الطهاره و بخشی از کتاب الصلات که صلات الجمعه رو کامل، روزهای چهارشنبه هم کتاب حدود و دیات داشتم. حال یک 6-7 سالی توفیق داشتیم محضر ایشون رو هم درک بکنیم. الحق بالانصاف استاد مبرز بودن، هم در فقه هم در اصول. این دلیل چهارم رو ایشون بیان فرمودن. من خلاصه دلیل ایشون رو میگم، دوستان یادداشت بفرمایید و توضیح میدم. خلاصه دلیل ایشون که در کتاب دروس فی علم الاصول جلد 5 صفحه 125 فرمودن این است که این خلاصش رو عرض میکنه بعد متنش رو بگیم. ایشون میفرماد موضوع جواز تقلید من له جهل فعلی بالحکم. این نقل به مضمون داره میکنه، بعد عبارت میکنیم. موضوع جواز تقلید من له جهل فعلی بالحکم فأدلة جواز تقلید تأمل المجتهد الذي لم يستفرق وسعه. المجتهد الذي لم يستفرق وسعه ولم يستنبط الاحکام. فالمجتهد المذکور که مقلد عامی. مجتهد مذکور یعنی چی؟ یعنی مجتهد بالقوه. دقت کردید؟ خلاصه دلیل این که آقا موضوع جواز تقلید کیه؟ کسی که بالفعل بفرمایید جاهل باشه، یعنی بالفعل احکام دستش نباشه. آیا مجتهد بالقوه که هنوز استنباط نکرده
بالفعل جاهل است یا نیست؟ بله. ادله جواز تقلید میگه کسی که بالفعل جاهل باشه میتواند تقلید کند از کسی که مجتهد بالفعله. اما از جمله ادله‌ای که ایشون میاره سیره متشرع هست. از محضرشون سوال میکنیم به چه دلیل مجتهد بالقوه میتواند از مجتهد بالفعل تقلید کنه؟ لازم نیست رنج استنباط رو بر خودش تحمیل بکنه، خودش دنبال استنباط بره. اینجا این متنشو میخوام بگم، یادداشت بفرمایید. دعوی السیرة القطعیه، دعوی السیرة القطعیه من المتشرعه الموجودین فی زمان الائمه علیهم السلام علی مراجعتهم الرواة، یا الرواة مفعول مراجعتهم است. علی مراجعتهم الرواة المعروفین بالفقاهه فی اخذ الاحکام و تکالیف. اون دعوی السیره مبتدا خبرش اومد. امر قطعی، امر قطعی لا یحتاج هذا الجواز الى دعوی السیرة العقلائیه علی الرجوع الى اهل الخبره. خب اولا ایشون ادعا میکند که ما سیره چی داریم؟ متشرع داریم. شما باید میگید که سیره متشرع از زمانی است که این سیره متصل به زمان معصوم باشد، اما اگر سیره متشرعه مستحدثه باشد به درد نمیخوره. دقت کردید؟ ایشون پشت سرش میگه الموجودین فی زمان الائمه. این سیره مربوط به کسانی است که در زمان ائمه علیهم السلام بودن. خب این سیره قطعیه متشرع چی بود؟ اینها مراجعه میکردن. به کی مراجعه میکردن؟ به روات. بعد میخواست بگم فقط راوی معمولی نبودا، الروات المعروفین بالفقاهه. بله، اینها رجوع میکردن به فقهایی که معروف بودن. خب اینا به فقها مراجعه میکردن در چی؟ فی اخذ الاحکام و تکالیف. بله. بعد میفهمد این کسی بیاد ادعا بکنه سیره متشرعه را، این ادعا امرون قطعیون. ما یک سیره متشرعه قطعیه داریم که در عصر ائمه علیهم السلام افرادی بودن که خودشون فقیه بودن، استنباط نمی کردن، می رفتن از فقهایی که استنباط بالفعل داشتن تکالیف احکام را از اون مجتهد بالفعل می گرفتن. خب بعد میگه با وجود سیره متشرعه
ما نیازی به سیره عقلائیه نداریم که شما بگید دلیل جواز رجوع مجتهد بالقوه به مجتهد بالفعل دلیل سیره عقلائیه است، تا بیان به شما اشکال بکنن آیا سیره عقلائیه جو عمل دیگه، سیره عقلائیه فقط میگه جاهل مطلق میتواند به عالم رجوع کند، یا این سیره عقلائیه عام است، هم عوام را میگیره هم مجتهد بالقوه را میگیره؟ در عموم یا خصوص بودن سیره عقلا به شما اشکال بکنن، بعد میگن چون سیره عقلای دلیل لبیه قدر مطلقش جواز تقلید عوام از مجتهد، شامل مجتهد بالقوه نمیشه. میگه وقتی ما سیره متشرعه داریم داره داد میزنه که مجتهد بالقوه در زمان اهل بیت علیهم السلام رجوع میکردن به مجتهد بالفعل، از این استفاده میکنیم که رجوع به مجتهد بالفعل اختصاص به جاهل عوام نداره. دقت کردید؟ بلکه مجتهد بالقوه هم مصداق جاهله، او میتواند به مجتهد بالفعل رجوع کنه. خب وقتی ما سیره را داریم، اونم سیره متشرعه عصر معصوم بوده و معصوم هم از این سیره من نکرده است، خب شما چرا دارید میگی مجتهد بالقوه نمیتواند رجوع بکند به مجتهد بالفعل؟ اونگاه ایشون شاهدم میاره به چند روایت، اراد کنید متنشون رو بنویسید. و فر روایات الوارده المستفاد منها. آقای حمیدی این جواز الرجوع رو پررنگ بنویسید. جواز الرجوع این و فر روایات الوارده خبر مقدم و فر روایات الوارده المستفاده منها جواز الرجوع اطلاقا. حتی بالاضافه دارد اطلاق معنا میکنم، حتی بالاضافه الی صورت امکان الوصول الی الحکم و التکلیف. میگه به روایات الان میخونم برای شما، از این روایات استفاده میشه اطلاق که جاهل میتواند به مجتهد بالفعل رجوع بکند. این اطلاق حتی اون صورتی را میگیرد که شخص براش امکان داره خودش تکلیفشو به دست بیاره، خودش حکم شرعی رو استنباط بکنه، اما امام میفرماید که لازم نیست، میتوانی به دیگری مراجعه بکنی. درست شد؟ حالا تیمنا و تبرکن ما 2-3 تا روایت میخونیم انشاءالله عزیزان دقت بکنن که آیا از این روایات چنین استفاده میشه یا استفاده نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین روایت صحیحه عبدالعزیز ابن مهتدی است، یعنی آخرین راوی عبدالعزیز ابن مهتدی است. قال های فیاض قال کیه؟ همین عبدالعزیز مهتدی. قال سألت الرضا علیه السلام،
انی لا القاک فی کل وقت. متن رو بخونید و توضیح میدم. انی لا القاک فی کل وقت فامن آخذ معالم دینی فامن آخذ معالم دینی. قال علیه السلام خذ عن یونس بن عبد الرحمن. خب اینجا یه دقت بفرمایید. جناب عبدالعزیز ابن معتدی، اینه که زمینه آماده است که خودش استنباط، در زمان امام رضا علیه السلام بوده. درست شد؟ می تواند با رجوع به امام رضا مستقیم حکم شرعی رو بگیره، اون زمانی که امام رضا حیات داشت. اما اگر امام رضا حیات نداشت، قولش بود، این آقای عبدالعزیز میتوند با رجوع به روایات بفرمایید حکم شرعی رو به دست بیاره. اما آقای عبدالعزیز میگه من به هر دلیلی نمیتوانم خدمت شما برسم. از کی معالم دینم را بگیرم؟ امام میفرماید خب دسترسی داری به مجتهد بالفعل که کی باشه؟ یونس ابن عبد الرحمن باشه. برو از او بگیر. یعنی لازم نیست که بیایی حکم را از سرمنشأ بگیرید که امام معصوم باشه. نه، این زحمت رو به خودت نده. برو از کسی که زحمتشو کشیده، الان حکم شرعی تو مشتشه، برو معالم دینت رو از او بگیر. عبارت حضرت استاد اینه. ادامه بدین. فَإِنَّ الْأَخْذَ یعم ما اذا کان به صورت سماع الروایه او بیان الحکم. میفهمد اخذ حکم چیه؟ بله، اخذ حکم، این کلمه اخذ عمومیت داره. اینکه خودت مراجعه بکن روایت حکم شرعی رو به دست بیار، یا نه رجوع کن به یونس ابن عبد الرحمن، حکمی که او استخراج کرده بگیر. این یک روایت. از کجا هست که عبدالعزیز ابن محتدی خودش مرجع؟ روایت داریم که تو تراجم این آقا رو به عنوان فقیه معرفی کردن، میدونن این آقای عبدالعزیز چیه؟ فقیه. روایت دیگر میگیم، بعد نتیجه میگیم انشاءالله. روایت دوم صحیحه عبدالله ابن ابی یعفر. این آقای عبدالله ابن ابی یعفر خودش فقیهه. بله، خودش فقیه و از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هست. روایت از مرحوم صدوق عن محمد ابن قولوی شروع میشه تا میرسد به علا ابن رزین عن عبدالله ابن ابی یعفور عن عبدالله ابن ابی یعفور قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. پس روایت اول از امام رضاست، روایت دوم از امام صادق. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، تقریبا مضمون همون مضمونه. انه لیس کل ساعت القاک
ولا یمکن القدوم. بله، توفیق ندارم هر وقتی که میخوام شما رو ملاقات کنم. بعد میگه پیرمردم توانم ندارم. ولا یمکن القدوم، راه را طی کنه محضره. خب سید گامودی که از کجا معلوم که اینها خودشون مجتهد باشن؟ و یجیع الرجل من اصحابنا فیسألونی. درست شد؟ فیسألونی میفرماد مردی میاد، شخصی میاد از من حکم شرعی رو میخواد. و لیس عندی کل ما یسألونی عن. اما من ابن ابی یعفور بالفعل حکم شرعی دستم ندارم، چه کنم؟ درست شد؟ پس این زمینه بود که پیش امام صادق بره، اما میگه این فرصت همیشه دستم نمیاد یا توان ندارم خدمت شما برسم. یعنی اگر بیام میتونم حکم شرعی رو به دست بیارم. اینجا هم بالقوه داره در اصل غیبت که اگر مراجعه بکند به منبع حکم شرعی رو به دست میاره. در همون موقعی که حکم شرعی تو مجتمع نیست، شخصی میاد مسائل و احکام شرعی رو از من میخواد، من چه کار کنم؟ درست شد؟ فقال علیه السلام ما یمنعک من محمد ابن مسلم، من محمد ابن مسلم الثقفی فانه، استفاده کنین محمد ابن مسلم فقیه بالفعل، فانه سمع من ابی. فیاض یعنی چی؟ محمد ابن مسلم از پدر من امام صادق یعنی امام باقر حکم شرعی رو داره، یعنی مجتهد چیه؟ بالفعل. درست؟ و کان عنده وجیها، و کان عنده محمد ابن مسلم هم نزد پدرم مورد وثوق بوده است. درست شد؟ پس ابن ابی یعفور اگر عالم نمی بود اون شخص برای سوال نزدش نمی رفت. میگه میاد از من سوال میکند ولی حکم شرعی نزد من نیست. امام میفرماد برو این مسائل از کی بگیر؟ بله از محمد ابن مسلم بگیر. حالا نحوه استدلال رو هم عرض بکنه از زبان ایشون. روایت سوم روایت علی ابن یختین است. عن الرضا علیه السلام قال قلت لا اکادو، اکادو از افعال قلوبه. قال قلت لا اکادو اصل الیک، بله توفیق ندارم که همیشه محضر شما برسم. اسألک عن کل ما احتاج الی من معالم دینی. به زمان حضور طرف میخواد مسائل دینشو به دست بیاره چیه؟ از امام سوال میکنه. و زمان غیبت چیه؟ فرمایشات ایشون دیگه. من توفیق ندارم، بله رجوع کنم.
نمیگه من توان ندارم استنباط بکنم، نه توفیق ندارم که رجوع بکنم. چرا توفیق ندارم؟ به هر دلیل. درست شده؟ شخصی دارای استنباط بالقوه هست اما حکم شرعی رو استنباط نمیتونه کنه. ادامه بدید. افیونس بن عبدالرحمن ثقتون. کی داره سوال میکنه؟ علی ابن اختی. افیونس بن عبدالرحمن ثقتون آخذ عن ما احتاج الی من معالم دینی. درست شد؟ قال علیه السلام نعم. قال علیه السلام نعم. امام فرمود بله میتونید، بله به من رجوع نکن از یونس ابن عبدالرحمن بگیر. حالا خلاصه استدلال، یعنی این رو حتی مخالفین خدمتتون رس کنم جواز رجوع مستنبت بالقوه الی مستنبت بالفعل اقرار میکنن. چی اقرار میکنن؟ این مطلب را در زمان معصومین فقهای اصحاب، این خلاصه جان دلیل از روایته، در زمان معصومین فقهای اصحاب با این که خودشون تمکن از احراز واقع داشتن ولی به غیر مراجعه میکردن و تقلید میکردن از اصحابی که بالفعل مجتهد بودن. در روایات هم کما ذکرنا ائمه علیهم السلام، این جمله مهمه، برخی از روات فقیه را که قدرت استنباط داشتن ارجاع میدادن به فقیه بالفعل. درست شد؟ خب جناب آقای تبریزی رحمت الله علیه میفهمه خود دلیل از این بالاتر. دقت کردین؟ سیرم سیره متشرعه متصله است، یعنی به اصل معصوم بوده. سیره متشرعه مستحدثه نیست تا شما بگید اتصالش به زمان معصوم برای ما محرز نیست. سیره متشرعه در اصل معصوم و این اصحابی که گفتیم، برخی از این اصحاب را که ائمه اجازه میدادن به فقهای از اصحاب مراجعه بکنن، خود اون مراجعه کننده خودشون چه بودن؟ فقیه بودن. اما البته خوندیم که میگه فعلا حکم مسئله دستم نیست، مردم میان به من مراجعه میکنن، چه کار کنن؟ میفهماد که برو از فلان فقیهی که الان حکم شرعی دستشون هست خدمت مسائل شرعی رو از اونها دریافت بکن. این 4 دلیل ادله کسانی است که میفرمایند مجتهد بالقوه میتواند از مجتهد بالفعل تقلید کنه. بله اگه خواست خودش به رجوع بکنه، اما اگر نخواست خودش رجوع بکنه و استنباط بکنه باب تقلید به روش بسته نیست. همانطوری که شخص عوام میتواند از مجتهد بالفعل تقلید کند، مجتهد بالقوه هم میتواند از مجتهد بالفعل. این 4 دلیل. تا اینجا ما چه بودیم؟ النقال کل بقال بودیم، فقط ادله قائلین به جواز رو عرض کردیم. اما برسیم به نقد و نظر.
که آیا این ادله‌ای که گفتن مورد قبول هست یا مورد قبول نیست. اما دلیل اول چی بود؟ استصحاب. بله؟ میگفتن این مجتهد بالقوه قبل از این که مجتهد باشد آیا تقلید جایز بود براش یا نبود؟ بله؟ جایز بود. الان که مجتهد بالقوه شده شک داریم اون جواز تقلید باقی است یا باقی نیست. استصحاب میکنیم بقاء چی رو؟ جواز تقلید رو. عرض میکنیم یلاحظ علیه، این دلیل به نظر ما دلیل قوی نیست. چرا؟ نقد ما اینه یکی از ارکان استصحاب وحدت موضوع هست. بله؟ یعنی موضوع در متیقن همون موضوع باشد در مشکوک. دقت کردیم وحدت موضوعه و الا با تعدد موضوع معنا بفرمایید نداره. درست شده؟ خب یادداشت بفرمایید. متیقن در فرض بحث ما شخص مکلف فاقد ملکه اجتهاد بود، ولی موضوع در مشکوک شخص واجد ملکه اجتهاد است. پس وحدت موضوع محقق نشده است. پس استصحاب جاری نمی شود. درست شد؟ شما متیقن چیزی برای ما میکردید؟ میگی این آقا، کدوم آقا؟ الان مجتهده 20 سال پیش که هنوز حوزه نیومده بود، بله؟ یجوز له تقلید. درست شد؟ یجوز له تقلید. خب کدوم شخص بود؟ رجولی که فاقد ملکه اجتهاد بوده. اما الحمدلله الان 20 سال اومد درس خونده، خدا این قوه اجتهاد رو بهش داده. دقت فرمودید؟ آیا میتونیم خدمتتون از کنیم که همین حرف بزنیم؟ وصف عوض شده. اونجا فاقد ملکه اجتهاد بود، بله ادله اجتهاد میگه رجوع الجاهل الی العالم بود. اما الان چیه؟ الان دارای ملکه اجتهاده. دقت کردید؟ دیگه سلام علیکم و یلاحظ علیکم. بفرمایید. استاد استصحاب ما همون ابقای ما کن که تعریف همون جواز تقلید بود دیگه، درسته؟ ایشان گفته ولی ما قبول نداریم. نه استاد، بس همون جواز تقلید الان ما دیگه یقین که نداریم که طرف. خب اجازه بده. جواز تقلید برای کی بود؟ همون یعنی قبل از اینکه ایشون ملکه اجتهاد برسه. پس چی بود؟ جاهل بود. مشکوک شما چیه؟ جواز تقلید استصحاب میکنیم ما. از کن جواز تقلید حکم، هر حکمی موضوع داره. بله موضوع همونه که قبلا ایشون مثلا موضوع کی بود؟ مثلا جاهل بوده. جاهل بود یعنی ملکه اجتهاد نداره. نه ببین گوش بده. شخص شما بگید، شما وقتی تعریف میکنه متیقنه چون میگه این آقایی که قبلا ملکه اجتهاد رو نداشت، ببین رجل فاقد ملکت اجتهاد حکمش چیه؟ یجوز له تقلید. استاد ببخشید نگاه کنید استاد، اینجوری بگیم مثلا قبلا ایشون جواز بوده که تقلید بکنه از دیگری، درسته استاد؟ این کی بود که یجوز له تقلید؟ همون شخص مکلف دیگه. مکلف جاهل. بعد همین دیگه استاد، مکلف جاهل جواز بوده که از دیگری خب مشکوک شما کیه؟
مشکوکش ما شک میکنیم الان استاد الان ما شک میکنیم که فقط بالقوه اجتهاد داشتن ولی بالفعل نیست. ما شک میکنیم آیا الانی که ملکه اجتهاد دارد بهش جاهل صدق میکنه؟ نه جاهلی که صدق نمیکنه خب همین. پس موضوع شما بحث رجوع میگم. عرض میکنم عزیز من، رجوع حکمه، جواز رجوع. این حکم دائم دار موضوعه. موضوع شما در متیقن کی بوده؟ جاهل. اما مشکوک شما موضوع چیه؟ عالم. دقت کن من له الملکه. پس متیقن شما فاقد الملکه بود، مشکوک شما واجد الملکه است. آیا حکمی که برای فاقد الملکه هست که متیقنه برای موضوعی که شما که واجد الملکه هست میتونیم سریان بدیم؟ استاد جواز رجوع شما فقط بالقوه مجتهد بودن میدونید یا این که مثلا بالفعل هم باشه؟ از میکنم میگم استاد جواز رجوع را ما میگیم که مثلا بالفعل مقدیه. از کجا دارین حرف میزنید؟ از این که مثلا رجوع جاهل به عالم دیگه حکم عقل. از ما رجوع الجاهل این آقایی که واجد الملکه است جاهله؟ جاهل به معنی اون نیست که مثلا علم نداشته باشه. بس چی بگیم؟ شخص جاهل رجوع بکنه چون که فاقد. جاهل چی میگی؟ شما جاهل رو معنا بکنید. دقت کردید؟ الان طبیبی که تخصص رو گرفته، مدرک رو گرفته، دقت کردید؟ شما بهش میگیم این جاهل در طبابته؟ نمیگیم استاد. خب پس ما اینجا همین دیگه، شخصی که رفته ملکه استنباط رو به دست آورده، اون آقا متیقن ما فاقد الملکه بود، اما اینجا چیه؟ واجد الملکه است. یعنی موضوع دوتا شده، متیقن شما فاقد الملکه است، مشکوک شما واجد الملکه است. دیگر این علم عالم بودن استاد یعنی کلی مشککی دیگه، درست و شش داره. بله بله. خب الان که عوام که در بین ما هست جاهل ما هست که نیست، یه چیزهایی رو میدونن. نه اون عرف میگیم جاهلی که میگیم یعنی توان استنباط حکم شرعی رو نداره. دقت کردید؟ اما این آقایی که الان واجد الملکه است. پس این اوله. خب دیگه حالا ما نمیگه که ما گفتیم حقه، شما یه حاشیه بزنید. یه جوری دیگه سوال هست. بله. اینی که این جهل موضوعیت داره، نه جاهل و اون کسی که چیز باشه، یعنی حالا قبلا مثلا بالقوه یا اصلا جاهل مطلق بود یا الان بالقوه است. خب بعد موضوعش همون جهل به حکم آینده، حالا حکم قبلی. الان میفهمه که ایشون خلیت اون نداره که اون جاهل بالقوه بوده یا بالفعل. ما مجتهد رو چه معنا کردیم؟ نه الان که ما شما وقتی اخذ مبنا کردید، شما مجتهد چه معنی که تو هم استثاب دارم میخوام بگیم. شما میخواد بگید مشکوک شما چیه؟ شما مجتهد رو چه معنا کردید؟ اون که داره ملکه اجتهاد است. اعم از این که بالقوه باشد یا بالفعل باشد. این گفتیم در تعریف اجتهاد یه اخذ مبنا بکنید که بعدا گیر نکنید. هر چه گیر کردی بدی مجتهد یعنی بالفعل. نه آقا شما مجتهد رو چه معنی که من له الملکه، اعم از این که بالفعل باشد یا نباشه. پس بنابراین متیقن شما فاقد ملکه هست، بله یجوز له تقلید. مشکوک شما چیه؟ من له الملکه یعنی مجتهد. کسی که مجتهد باشد آیا میتوانیم استصحاب بکنیم؟ نه. وحدت چی میخوایم؟ موضوع میخوام. موضوع جهله. ای بابا میگن جاهله. از میگن این جهل هست یا نیست؟ جهل یعنی چی؟ یعنی به حکم شرعی چیز نداره، علم نداره. نه از کارت ندارد بالفعل داره میگی باز شما. یعنی داره مجتهد رو میبرید به مجتهد بالفعل. ولی که شما اجتهاد چی معنا کردید؟ توان استنباط رو داشته باشه. پس الان من شما سوال میکنم این مشکوک شما مجتهد هست یا مجتهد نیست؟ استاد ببخشید اجازه من با آقای فیاض کنار بیاییم. مجتهد هست یا نیست؟
سوال ما اینجاست، یعنی این جهل کار نداریم موضوع از نه شما اینکه جاهل داریم میگیم. اون آقا فاقد ملکه بود، این آقا چیه؟ واجد ملکه است. پس خیلی خوب، مشکل نداریم. ما میگیم موضوع جهل نه جاهل. از میکنم جهل و جاهل که داری فرقی بازی کرده با عبارته. دقت کردید؟ جهل اسم فاعلش میشه جاهل دیگه. دقت کردید؟ آیا این واقعا جاهل یا مجتهده؟ دقت کردید؟ این تعدد موضوع. این اولا استاد این که در باب تحریم ما حکم عقل طبق حکم عقل میگیم مثلا رجوع جاهل به عالم درست استاد؟ بله بله. پس مجرد صرف علم بودن نیست بلکه نه به همین دار میگیم کسی که عالم هست نمیتواند رجوع بکنه. این آقایونی که میان رد میکنن که بعدا ادلهشو میخوایم اینه، میگید آقا ادله میگه یجوز الرجوع الجاهل الی العالم. آیا این آقایی که ملک اجتهاد دارد یصدق علیه العالم او الجاهل؟ شما میگید این آقا یصدق علیه العالم ولکن ولا یصدق علیه انه راجع الی المجتهد. اینو شما در تعریف اجتهاد میری اجتهاد بالفعل، اما در باب اجتهاد ما اخذ مبنا کردیم اجتهاد یعنی من له الملکه، اهم از این که به فعلیت رسیده باشد یا به فعلیت نرسیده باشد. مثلا ما برای جهل که نمیگیم، دارنده جهل هست. الان دارنده جهل چی هست؟ ما این حکم چیز میاریم برای دارنده جهل، نه خود جهل. اون دارنده جهل اون مجتهد نیست، اینجا مثلا مجتهد شده الان که داره. خب دیگه الان این مجتهد است یا نیست؟ خیلی خوب. این اولا. ثانیاً یادداشت بمون شاید قانع بشید. ثانیاً آقای حمیدی این ثانیاً خیلی بهتره. ثانیاً سلمنا یعنی از اشکال اول چه کردیم؟ دست برداشتیم. استصحاب اصل عملی است. جایی رجوع می شود که دلیل اجتهادی و لفظی نباشد، و حال اون که دلیل دوم آقایان تمسک به عمومات ادله چی بوده؟ لفظی که فاسألوا اهل ذکر مثال ان شاء الله فردا میرسیم بهش. خب با وجود دلیل اجتهادی دیگه نوبت به استصحاب نمیرسد. خب پس از استصحاب ما چا کنیم؟ خداحافظی بکنیم. اون طبق مبنای آنهایی که استصحاب را از دلیل اجتهاد میدونن استاد بعضیا، خدا ما اکثر نعوذ بالله. ما از خب بیاری فردا شما بیارید اکثر علمای قدما اون کتاب رسائل اومده مثلا عرض میکنم متن و فردا بیار برای ما. آقا من دارم تحقیق به شما میدم دیگه. الان میکنم بفرمایید. میگه اونجا صاحب رسائل میگه قدوسی و شهیدین هم مثلا معناش این بوده که استصحاب از باب نه متن شیخ انصاری رو بخون. الان نه رسائل دستم نیست استاد. خیلی پس فردا رسائل بیار. فردا رسائل نه من حفظ متن شیخ رو میخوام. شما فردا متن شیخ انصاری رو بیارید که اکثر علماء قدما ما استصحاب رو از ادله لفظیه میدونستن. خیلی خوب اینو بیارید اشکال نداره. خب این دلیل اول که خدشه وارد شده. اما دلیل دوم تمسک به اطلاقات و عمومات ادله لفظیه جواز تقلید بوده است که عرض کردیم مرحوم صاحب مناخل و مرحوم صاحب عروه به این دلیل تمسک کردند. حالا آیا این دلیل مورد قبول هست یا این دلیل مورد قبول نیست؟ انشاءالله به شرط حیات فردا، چون اعلام کردیم فردا چهارشنبه هم جبران دیروز بشه که به خاطر اعمال ام داوود تعبیر کردیم، انشاءالله
فردا جبران میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.